در روسیه حامیان حقوق به حمایت یک مهاجر تاجیک برخواستند که مردی روس در مسکو او را لط و کوب کرده و پارچه گوشش را گزیده کنده است. در هندوستان یک دخترک 10 ساله که پیوسته مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است طفل به دنیا آورد. ممکن است فرزندش را به او ندهند. صحتی کودک خوب است، از مادرش هم. نوزاد دختر است و صحتی هر دویشان خوب است، ولی ما آنها را زیر نظارت داریم. دادستانی نورک پرونده شوهر یک زنی را که خود را به دریا انداخته خودکشی کرد برای محاکمه به دادگاه فرستاده است. با او از 3 تا به 8 سال زندان تهدید می‌کند. تفصیل خبرها. حامیان حقوق در روسیه به حمایت یک مهاجر تاجیک برخواستند که مردی روس او را سخت لط و کوب کرده است و پارچه گوشش را هم گزیده کنده است. محمدالله دولتزاده که در مسکو کوچه‌روبی میکند روز 21 اوگوست به رادیو آزادی گفت ایراد او به یک زن روس که سگش کوچه را افلاس میکرد سبب ماجرا شد. دست کورتم بود و نمیدونم روسیه با چی بود باید میگه نمیدونم معیشت دیگه قدم نفهمی داشت. گزیده مثل گزیدگی بود بعدم گزیده بودم خیلی تو گوشت بعد تو خودم. حالا حامیان حقوق در روسیه میخواهند مردی روس که در مسکو به شهروندی تاجیکستان حمله کرده و دندانهای او را هم شکسته است به جوابگری جنایی کشیده شود. معلوم است که عریضه ما را کمیته تفتیشاتی قبول کرده است چون ما را آگاه کردند که عریضه را گرفتند. امروز معلوم می شود که آن را به بررسی می گیرند یا نه. ماجرا چنین بود که زن سگ خود را در کوچه می گرداند و سگ داخل گلهای نو کاشته رفت. بعد ایراد محمد علی که سگ را بگیرد که گلها را ویران نکند، زن جنجال برداشت و سپس رفته شوهرش را آورد. на машине вот со своим, как мы предполагаем, супругом. قضیه حمله در روزهای 15 و 16 اوگوست بر راهرو 51 ساله تاجیک در شبکه‌های اجتماعی سر و صدای زیادی برانگیخت و هزاران نفر در فیسبوک خواستند که مردی گناهکار به جوابگری جنایی کشیده شود. قرار است شام دوشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا استراتژی نوی کشورش در افغانستان را معرفی کند. دونالد ترامپ از جنگ بعد درازا کشیده امریکا که سال 2001 برای محو القاعده و طالبان شروع شد اظهار ناقانونمندی کرده گفته است که استراتژی باید در افغانستان بازنگری شود. مومن احمدی گزارش می‌دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا بعد رسیدن به قدرت در ماه ینور امسال از جنگ به دراز کشیده ایالات متحده در افغانستان اظهار نگرانی کرد. او در صحبت‌های محرمانه گفته است که ارسال نیروهای اضافی به افغانستان کاری عاقلانه نبوده است. اما جیم ماتیس وزیر دفاع امریکا میگوید که برای مقابله با تندروان حضور نیروهای امریکا در افغانستان ضرور است. بعد سرنگون کردن طالبان در 15 سال پیش از طرف نیروهای بین المللی بر رهبری امریکا، نیروهای افغانستان همچنان به ضد طالبان می جنگند و نتوانستند این گروه افراطی را شکست بدهند. ارتش امریکا و خدمات مخصوصی آن نگرانند که در صورت بازگشت طالبان، القاعده و گروه افراطی به نام دولت اسلامی در افغانستان پایگاه می سازند و بر ضد امریکا و همپیمانهایش حمله طرح ریزی می کنند. دونالد ترامپ روز 18 اوگوست با گروه مشاوران امنیتیش مناقشه در افغانستان را بررسی کرد. یک مقام رسمی کاخ سفید گفت که رئیس جمهور را با استراتژی نو در افغانستان آشنا کردند ولی هیچ قراری در این زمینه قبول نشده است. سارا حکابی سخنگوی رئیس جمهوری امریکا گفت که رئیس جمهور استراتژی را می‌آموزد، گزینه‌ها را بررسی می‌کند و در زمان مساعد درباره قرارش با مردم و شریکان امریکا اعلام خواهد داد. این زمان در افغانستان تقریباً 8400 سرباز امریکایی و 5000 سرباز از کشورهای عضو ناتو مستقر هستند و در آموزش و تربیت سربازان افغان و مبارزه با طالبان و دیگر گروه‌های تندرو کمک می‌کنند. روز یکشنبه 20 اوگوست نیروهای دولتی عراق با هدف آزاد کردن شهر تل افر از دست تندروان عملیات نظامی را آغاز کردند. این شهر در 80 کیلومتری غربی شهر موصل جایگیر است و یکی از تکیه‌گاه‌های گروهی به نام دولت اسلامی به شمار می رود. از سال 2003 تا کنون تل افر شاهد مناقشه بین سنی و شیعه مذهبان در عراق شده است. ماه یونی سال روان تل افر را نیروهای نیمه نظامی شیعه و پشمرگه‌های کرد محاصره کردند و ارتباط شهر با دیگر مناطق زیر نظارت گروه به نام دولت اسلامی قطع شد.
فرماندهان آمریکا و عراق تخمین میکنند که در این شهر تخمینا 2000 جنگجو باقی ماندند. در هند که تجاوز جنسی یک مسئله داغ باقی میماند، یک حادثه دیگر این کشور را تکان داد و حادثه تولد یک دخترک 10 ساله که یکی از خویشاوندانش او را به تکرار تجاوز کرده است. درباره قضیه مدهش این دخترک که نامناسبش پنهان داشته می شود، همکارم کایو مرسیتا گزارش می دهد. یک دخترک 10 ساله هندی شاید اینجا در بین این همسالانش بازی می کرد. در الوانجک می نشست و این و آن طرف می دوید یا سرگرم دوتاز خوشحالی با دوگانه هایش بود. اما او حالا در تولدخانه در شهر شمال و غربی چندیراغ است چون خودش کودک به دنیا آورد. صحتی کودک خوب است، از مادرش هم. نوزاد دختر است و صحتی هر دویشان خوب است، ولی ما آنها را زیر نظارت داریم. دخترک 10 ساله هندی که تقایش پیوسته او را تجاوز می‌کرده است آبستن شده است و فقط در 7 ماهگی والدانش بعد درد شکم به این بیمارستان آوردند و از حامله بودنش با خبر شدند. مادر 10 ساله را از چشم همه پنهان می‌دارند. کودکش را با جراحی گرفتند و خودش هم خبر ندارد که با او چی شده است. ممکن است فرزندش را هم نبیند. ما سند تسلیم کودک را امروز امضا میکنیم و 2 ماه منتظر میمونیم. اگر 2 ماه بعد پدر و مادر به سراغش نآیند، او را به والدان خواهشمند به فرزندخانه میسپاریم. با وجود طلب مردم، دادگاه هند اجازه نداد که دختر را اسقاط حمل کنند چون اسقاط حمل برای دخترک خطرناک بوده است. تقای دختر در زندان است. در هند تجاوز جنسی کودکان یک مشکل باقی میماند و سال 2015 هم 10,000 کودک را در کشور تجاوز کردند. مردم در هندوستان بارها بر ضد تجاوز تظاهرات کردند و سال 2015 هم جزا برای این جنایت در هند سخت‌تر شد. خبری دیگر هم در رابطه با خشونت نسبت به زنان است، ولی از تاجیکستان. دادستانی شهر نورک پرونده شوهر الف ماه خال نظر و ساکن این شهر را با اتهام به خودکشی رسانیدن این زن برای محاکمه به دادگاه فرستاده است. با گفته دادستان ها، بدرفتاری زیادی محمد ظریف شریفوف با همسرش سبب شده است که الف ماه خال نظر و خود را روز 13 ایون به دریا بیاندازد. میگفت که میزنم عزا و میتیه. من خودم دیدم که 2 بار زد سیاه کبود آوردش. یک بار در خانه در پیشون دست پاش بست گفت که میبرم در دایره میفروشه در پیش خودم. با گفته مقامات تاجیکستان، سال گذشته در کشور 168 زن قصد جان خویش کردند و زورآوری شوهر و نزدیکان یکی از سبب‌های اصلی خودکشی کردن بانوان تاجیک به حساب می رود. و در تاجیکستان تا 10 روز دیگر سال نوی تحصیل آغاز می شود و بیشتر از 2 میلیون نفر حالا برای رفتن به مکتب آمادگی می گیرند. والدان کودکان و نورسان در تاجیکستان می گویند امسال خرجشان برای خرید لباس و وسایل تعلیم زیادتر شده است. گزارشی که حالا می بینیم در همین باره است. در تاجیکستان آماده کردن کودکان برای تحصیل از جهت اقتصادی سال تا سال دشوار می شود. با نظر داشت این حال، بسیاری از والدان در دوام سال پول جمع می کنند. این سال به حساب میانه برای تهیه لباس مکتبی و خریداری کتاب و دفتر برای یک طلبه مکتب رو تا 1000 سومانی یعنی بیش از 110 دلار آمریکا صرف خواهد شد. اصلا مکتب کتاب‌های درسی را به طلبه ها باید به طوری رایگان بدهد، ولی والدان میگویند که آنها برای کتاب باید از 50 تا 80 سومانی پرداخت کنند. سالهای پیش در سراسر کشور یارمارکه‌های مکتبی تشکیل می‌شد که لباس مکتبی، کتاب و دیگر اشیای ضروری تحصیل را با قیمتی پایان می‌فروختند. ولی سال روان به گفته ساکنان پایتخت تاجیکستان، نرخ در یارمارکه‌ها از فروشگاه‌های معمولی فرقی ندارد. در
سال نو تحصیل تخمیناً 2 میلیون کودک و نورس به مکتب می روند. همه آنها باید لباس استحصال وطنی را در بر کنند. امروز گروه از ورزشکاران معلول تیم امارات متحده عربی در شهر دوشنبه قرار دارند و زیر سرپرستی مربی تاجیکشان به مسابقات بین المللی آمادگی می گیرند. موزا و مریم که تاکنون در چند مسابقه بین المللی غالب آمدند میگویند به شرافت مربی تاجیکشان به دستاوردهای زیاد نائل شدند. امرالدین عالم به جای تمرین این ورزشکاران معلول رفت. موزا و مریم الزیادی میکوشند وزنی بیشتر بردارند. آنها با تیم پارالیمپی امارات متحده عرب اوید به پاور لیفتینگ به تاجیکستان آمدند. اینجا برای مسابقات قهرمانی جهان آمادگی میبینند. این خواهران هر دو معلولند. موزا 24 و مریم 21 سال دارد. هدفشان راه یافتن به بازی‌های المپیک توکیو میباشد. برای رسیدن به این آرزویشان قالب شکنی کردند. اول خانواده‌مان و دیگر نزدیکانمان میگفتند که شما دختری مسلمان هستید، شرط است به چنین ورزش رفتنتان. ما میگفتیم بین ما و دیگر دختران یگان فرق نیست. ما میخواهیم نشان دهیم که دختران امارات متحده عرب هم میتوانند به درجه های بلند ورزشی رسند و به دولت خود خدمت کنند. والدین موزا و مریم از جامعه سنتی و مذهبی اند. در جامعه امثال امارات عرب زن حقوق کمتر دارد. موزا و مریم در گوشه تنهایی زندگی یک رنگ داشتند. زندگی موزا و مریم بعد ملاقات با یک زن تاجیک تغییر یافت. این زن همسر طالع خالنظرов وزنبرداری تاجیک بود که ایشان را به ورزش ترغیب کرد. همسر مربیمان در مدرسه به ما درس تربیت جسمانی میدادند و یک روز به ما گفتند که به کلوب ورزشی ما پیوست شوید، ورزشگر نامی و سطحی بین المللی می شوید. ما به کلوب آمدیم و به ما معقول شد. همه با ما احترام خاصه داشتند و از همان وقت تمرین را شروع کردیم. طالع برای مشق دادن تیم به امارات عرب دعوت شده بود و او برای تشکیل تیم ورزشکاران نامزد جستجو می‌کرد. چند مدت لازم شد که با پدر مادرشون مصلحت کنیم و آوازی ندارم و آهسته شروع کردیم. موزا و مریم اولین بار سال 2014 سنگ ورزشی را برداشتند. در این 3 سال تمرین توانستند به عنوانهای بلند مشرف شوند. حالا توان برداشت وزن از 80 کیلوگرم زیاد را هم دارند. مریم با عروبچه معیوبی راه می رود. او قهرمان جهان است. دبی بطولة عالم. در مسابقات قهرمانی جهان بین جوانان در دبی مقام دوم را اشغال کردم. 1 سال بعد از وی در قهرمانی جهان در لندن جای اول را گرفتم. عالم ناشئین مرکز اول. روحیه سالم و اراده قوی موزا و مریم را به این نمودی ورزشی سنگین آورد. هر روز تلاش میکنند تا از دیروز وزنی بیشتری را بردارند. من اصلا خودم را معلول احساس نمی کنم. مثل آدمانی سالم هستم. برایم یگان کار امکان ناپذیر وجود ندارد. حتی می توانم از آدمانی سالم هم برتری داشته باشم. ما یگان مانع پسیخولوژی نداریم و فقط به پیش حرکت می کنیم. موزا و مریم امکان دارند اولین بانوان باشند که به امارات متحده عرب مدال پارالیمپی را از روی ورزش پاور لیفتینگ برند. طالع خالنظرов مربی این تیم میگوید پتانسیل این خواهران برای راه یافتن با بازی‌های المپیک توکیو بسندگی میکند. برنامه ما اینجا به پایان رسید. سپاسگزاریم که امروز هم با ما بودید.